میخوان ماشین رو چک بکنن. خب واقعا زحمت میکشید همتون، زحمت میکشید. چه زحمتی؟ وظیفه است. الان ساعت 9:10 شب. ما اینجا سفارت ایران کدومه؟ اونه دیگه سفارت ایران. مامورا وایسادن اونجا، مامورای کره. ما جلوی سفارت ایران هستیم. شمع روشن کردیم برای اعتراض به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و اون طرف سفارت ایران هستش. اینو مطلبی به صورت شعر از آقای ایرج جنتی عطایی، خطاب به لباس شخصی های در ایران که جنایت میکنن. بله. تو به خود نگاه میکنی، آینه سیاه میکنی، پرده بر ترانه میکشی، پنجره تباه میکنی، من ستاره آه میکشم، دست روی ماه میکشم، نوازش نسیم میکنم، روی شب نگاه میکشم، میادگاه ما انسان آبادی، تاریخ آینده میدان آزادی، تو با گلوله من با گل، تو با شلیک من با آواز، تو زرد نفرت کبود کین، من سرخ عشق سبز پرواز، کسب تو قتل گل و شبنم، اعدام باد و نور دریا، کار من کشت چراغ و دف، تیمار رنگ و رقص و رویا، میادگاه ما انسان آبادی، تاریخ آینده میدان آزادی، یک صد گل سرخ و یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده میترسانی، گر ما ز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. آمین. آفرین آفرین. این عکس‌ها رو شما این عکس‌ها رو از کجا تهیه کردید؟ از اینترنت. از اینترنت. اینقدر عکس کشتار هست، پیدا کردن عکس مردم پایمال شده کشته شده که کار ساده ای اصلا. هر جا شما توی اینترنت جستجو میکنی اینها دیگه آبرویی براشون مونده؟ نمونده، هیچی نمونده. ولی چون به اصطلاح جای گریز ندارن، هیچ جا ندارن برن دیگه. باز بالاخره شاه یه جایی رو داشت فرار کنه، اینا هیچ جا ندارن. ولی مجبورن که چیکار کنن؟ تا اونجایی که میتونن بیستن و بزنن و بکوبن. جالب اینجاست که اینا میدونید چه جایی دارن. این حکومت میگه حکومت خداییه، به خدا اعتقاد داره، ولی تمام دوستاش بی خدان. شما روسیه ببینیم خب این وضع چجوریه. کره شمالی میفهمه که دومین کشوری که به احمدی نژاد تبریک گفتن کشور چین بود و روسیه. آره از دوستاش میتونیم بشناسیم. نمیاد اینجا. نه. خوب بود. یک شعار انگلیسی ساخته شد. Dictators slaughter, the world doesn't seem to care. یعنی سفارت ایران اینه. آره از اینجا شروع میشه تا اونجا. از اینجا میرن داخل؟ نه از اونجا کیکسی از اونجا. آره. چرا روشنه از اونجا ورودیش اونجاست. چند نفر الان پلیس اونجا داریم؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 نفر. اینام لباس شخصی ان. اینام لباس شخصی ان. اونم 3 نفرم اونورن. دور است و اندیشه بلا، آینده بانی و جاودان، دشمن است و سنگ خاره‌ای